و من میخوام که جشن نوروز به همه خلق شریف افغانستان تبریک مبارکباد بگویم و من میخوام که همیشه صلح باشد و هیچ وقت جنگ و جنجال نباشد دیگر. من میخوام که ما طرف شما رویم، شما طرف ما بین، صلح و دوستداری کنیم، صلح و دوستداری پایدار باشد. خب شبنم جان، کدام هنرمند افغانستان بیشتر گوش میکنین؟ تشکر زیاد. من بیشتر فرهادی دریا را بسیار گوش میکنم و بسیار دوست میدارم. بسیار نغز میخواند و آواز بسیار خوش دارد. قربانتان. و کدام آهنگ فرهاد دریا را بیشتر دوست دارین؟ بسیار آهنگاش دوست می‌دارم و به من بسیار گردش چشمی سیاهی تو خوشم میآید. گردش چشمی سیاهی تو خوشم میآید، خوشم میآید. موج دریای نگاهی تو خوشم میآید، خوشم میآید. همچو مهتاب که بر ابر حریری تابد، همچو مهتاب که بر ابر حریری تابد. تن و تن پوشی سیاهی تو خوشم میآید، خوشم میآید. و من میخوام که یک سرودی خود را برای جشن نوروز برای شما تحفه کنم.